استاد از کجا بفهمیم که عاشقی یا هوسباز؟ از کجا بدونیم؟ اینو بدونیم، به قلبتون مراجعه کنید. ما دو نوع آنتن بیشتر نداریم، یه آنتن آنالوگ و همین آنتنایی میگن که بالای پشت بومه، همین آنتن شاخه‌ای ها. خاصیت آنتن آنالوگ چیه؟ آنتن آنالوگ همه جا رو میگیره، همه کانالا رو. ضعیف و قوی داره، یک رو خوب میگیره، دو رو ضعیف میگیره، سه رو خیلی بهتر میگیره، چهار رو خیلی ضعیفتر میگیره، پنج رو عالی میگیره، شش رو خوب میگیره. آنتن آنالوگ این شکلیه، همه جا رو میگیره، ضعیف و قوی. هوس آنتن آنالوگه. به قلبت مراجعه کن، میبینی شاهین رو خیلی دوست داری، از معنازم بدت نمیاد، لپای سهیلا هم دوست داری بگیری، یه تلفنی هم دم غروب به شعلا بزنی، نمیدونم رعنا رو هم فردا مثلا پنجشنبه ها ببینی. هر وقت دیدی تو این خراب شده، داستان اینه، بدون که این چیه؟ هوس. عشق چیه؟ عشق دیجیتاله، دیش ماهواره است. عشق دیجیتاله، این دیش روبروی اون قمره، اون سفلای، درست نقطه به نقطه روبرو، یک اپسیلون. تا زمانی که روبروی اونه مثل آینه است. خاصیت آنتن دیجیتال 0 1، یا میگیره عین آینه یا هیچ جا رو یه ذره تکونش بدی هیچ جا رو نمیگیره. هر وقت دیدید بشقاب درونتون، آنتن درونتون دیجیتاله، بدونید این خاصیت عشق، یا او یا هیچ کس، یا او یا هیچ کس. حس